خب همونطوری که در بخش اول این تصاویر گفتم، اینجا در این کوچه ضلع جنوبی طرح نیست و ضلع شمالی طرح توسعه مجلسه. جالبه این دوستان پیمانکار یا هر کسی که هست ضوابط اولیه و اون مشخص شدن حریم ساخت و ساز از معابر عمومی رو هم رعایت نمیکنه. یک گونی، یک بنر، یک پلیت، چوب، یک حفاظ این چنینی و این خاک و نخاله ساختمانی در این کوچه ریخته. هر روز شهرداری هم مسئولیت نظافتش رو به عهده نمیگیره به خاطر اینکه میگه طرح مجلس. ماشینا دچار آسیب میشن، مردم با سختی تردد میکنن، خاک و غبار در همه ساعت شبانه روز پراکنده میشه و جالبتر اینه که این ساختمون ها رو به پیمانکارها اجرتی میدن برای تخریبش. پیمانکار ساختمون رو بابت مصالح به یک پیمانکار دیگه میفروشه و لذا زمان اینجا اصلا اهمیت نداره. هر زمانی دلشون خواست اینا رو سرفید میان میبرن. اینجا هم شده زباله دانی. و اینا رو همینطوری رها کردن رفتن. اینا رو باید با یک سری پوشش هایی نظیر پله، چوب یا بنر بپوشونن که حد فاصله این املاکی که تو طرح قرار گرفته و قرار ساخت و ساز شه و کوچه که محل تردد مردم هست مشخص بشه. حالا نکته‌های جالبتری هم وجود داره و اون این دوستانی هستن که اینجا میان سکونت موقت پیدا میکنن. اینها خیلی جالبه. این دوستان اینجا از این خرابه ها، اینجا همونطور که می‌بینید یه کوچه است. این کوچه سمت چپ رو خراب کردن. فکر میکنم یه عمقی حدود 5 متر باشه الان اینجا. و خب این ساکنینی که اینجا هنوز خونه هاشون هست، بچه و کوچک و بزرگ، باید از این باریکه که هیچ حفاظی هم نداره رد بشن و هر لحظه ممکنه سقوط بکنن تو این چاله 5-6 متری. گویا جان آدما انقدر ارزشی نداره که یک حفاظ، یک حریمی. و در این خونه ها هنوز سکونت هست. حالا تا زمانی که بخوان پولشو بدن اینا برن محل جدید. و از اون مهمتر این دوستانی هستن که معروف به کارتون خوابن، از این خرابه ها استفاده میکنن برای سکونت موقت. کسانی که سرپناهشون همین بیغوله ها و همین مخروبه هایی هستش که مدتی رو میتونن توش گذران کنن. من شرایط سکونت این بندگان خدا. این کوچه‌ای بود که ما ازش تردد کردیم. عرض این کوچه شاید 1.5 متره. البته یه طرفش یک بودیه به عمق حداقل فکر میکنم 5 متر و هیچ حفاظ و حریمی هم نداره. یعنی من اینجا که الان وایسادم هر لحظه میتونم سقوط کنم به عمق این بود 5 متری. و همین که میبینیم اینجا حداقل 2 تا واحد مونده. این رفیقمونه اینجا سکونت داره. رفیق اینجا خراب شه کجا میخوابی؟ میگم اینجا خراب شه کجا میخوابی؟ یه جای دیگه ها؟ یه جای دیگه. بارون و اینا چیکار میکنی؟ با بارون بیاد چه میکنی؟ اینجا؟ آره اتاق درست کردی؟ سرد میشه چند روز دیگه که هوا. یه جای گرم. خدا بزرگه. موفق باشی. اونم یک
انسانه، یه هموطن ما. این کوچه، اینم خونه ها. جالبه این وزل جنوبی این کوچه که این خونه هایی که می‌بینی اینا تو ته نیستن و سالیان سال اینجا این کوچه 4 متری باید خاک بخورن سر صدا، آلودگی محیط و تردد ماشین سنگین تا کی بخوان این دوستان این کارشون رو تموم کنن. این کوچه ها اینا هیچ کدوم توی ته نیستن این خونه ها. اما این کثیفی ها آلودگی ها رو باید تحمل کنن. الان نزدیک به 3 ساله که این وضعیت است، از فروردین 89. فعلا مهر 91 هست، تا که ادامه خواهد داشت مشخص نیست. ممنون از این که به این تصاویر توجه کردید.